تاجیکان در آینه تاریخ. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش‌ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ، سبق‌های تاریخ و آزمایش‌های مکتب استقلال. جهان متمدن و دولت‌های ابرقدرت توسط کشفیات‌های آخرین علم با غصب فضای اطلاعاتی کشورهای قفامانده، حتی سیستم رزویدکا و کنتر رزویدکا، نقطه‌های حفظ اسرار حربی و دولتی، سیستم نقلیات و کمونیکاسیا، سیستم انشاءات‌های استراتژی و اقتصادی حیاتاً مهم از قبیل شبکه‌های اداره‌کنی نیروگاه‌های برقی، انتقال گاز و نفت و غیره راه می‌یابند. در عکس حال استقلال و صاحب اختیاری چون حرف‌های گوشنواز صدا می‌دهند و کشورهای ابرقدرت می‌توانند دولت‌های عقب مانده را به بازیچه بی‌آزار دست خود تبدیل دهند. انکشاف تمدن و رونق علم و فرهنگ ما در آغاز عصر 21 با نیروی آفرنده و سازنده، عقل و ذکاوت جوینده و نوآور و کاربست دستاوردهای نوین وسایط اطلاعاتی از هر وقت بیشتر نیاز خواهد داشت، چون که عصر آینده برای مردم تاجیکستان عصر دستاوردهای بزرگ استقلال و خودشناسی، عصر امتحان و آزمایش‌های مشکلی سازندگی و بنیادکاری، عصر به صف کشورهای متمدن و پیشرفته عالم راه یافتن جمهوری دموکراتیک و دنیوی ما، عصر رشد و کمال و احیای علم و فرهنگ و دولتداری نوین تاجیکان خواهد بود. ما برای ترقیات و پیشروی تمام امکانات و ذخیره‌های ضروری را داریم. زمینه استوار مادی، تجربه کافی سازندگی، نیروی توانای علمی و ذهنی، وطنی آباد و طبیعت زیبا و ناتکرار، بایگری‌های زیرزمینی از سیستم کیمیایی مندلیو افزونتر، منبع‌های بزرگ آب نوشاکی و ذخیره‌های بی‌نظیر استحصال نیروی برق. بایگری از همه بزرگ به امثال این خلق زحمتکش، پرطاقت و قوی اراده ما می باشد که تمام مشکلی و مشقت و گرمی و سردی های زندگی را با عزم و اراده شکست ناپذیر و روح بلندی فروتنانه پس سر می کنند. با کار انداختن همه این اقتدار و بایگری ها و به سطح اقتصاد پیشرفته جهانی رسانیدن تاجیکستان محض به مردم مهنت دوست و جوانان با استعداد و جوینده آن وابسته است. امروز فرصت رسیده است که ملت با فرهنگ، دولت صاحب استقلال و مملکت صاحب تمدن و پیشرفته بودن تاجیکستان را به اهل عالم نشان دهیم. به قدر وطن و وطنداری، به قدر استقلال و دولتداری ملی و مهمترین رمزهای آن نشان و پرچم دولتی، سرود ملی، ارتش ملی، پول ملی و شناسنامه ملی برسیم و از آن افتخار نماییم. استقلال را صاحب شدن هنوز کم است. آن را حفظ نمودن، پشتیبانی کردن، تقویت بخشیدن و همچون ارزش مقدسترین دولت و دولتداری درک نمودن و پاس داشتن ضرور است. استقلال این شرف و ناموس وطنداری، افتخار از دولت و ملت خویش و تلاش و زحمت بردوام هر یک فرد بیداردل جامعه بهر خودشناسی، معرفت و فرهنگ والاست. استقلال این خانه آباد، روی سرخ، سری بلند، زندگی آسایشته و روزگار آسوده حالانه هر یک فرد صاحب دولت و صاحب وطن است. ملت تاجیک ملت صاحب معرفت و دارای تمدن عالمگیر است و می سزد که ما و شما ارزش‌های ملی، میراث فرهنگی، تاریخ کهن بنیاد، علم و ادبیات و هنر والای آن را به خاطر رسیدن به قدر استقلال، هویت ملی،
خودشناسی و دولت و دولتداری نوین پیوسته آموزیم و تلقین نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ ادامه دارد.